یک دو مسئله گویم شما باید بخشش. بفرمایید. شیخ همی به نزدیکی آزاد شدم. سبحان الله. در تاجیکستان برادرای بودن که شما یک گوش میکردن و قبیدن آنها رو محکم کردن. برادرها گفتن که 5 وقت در حقتان 5 وقت در سر جای نماز دعا گویم انشاءالله و از برای الله دوستان شیخ. سبحان الله. برادرای هم که از هم تا حتی از نوک چیلیکاشون در چیو تاک ماندگی هم که نوکای چیلیک پختگی های تاک رنگ گوشت جرید شدگی پختگی برادرها نه که ثابت قدم در راه لا اله الا الله ایستادگی هم. سبحان الله. از بی بیان ما بیاد میبیارم تا حاضر تا حالا عذابای دیلم میکند. نه که گفتن که با شیخ که از برای الله دوست میداریم شما. سبحان الله. وكانوا بإيمانهم ثابتين فلم يثنهم ظلم أعدائهم وشدة تعذيبهم في السنين لقد آثروا الله في صبرهم ولو خسروا النفس والعالمين فلا شيء أصدق من مؤمن يوحد ربي برغم الأنين يوحد ربي. حفظك الله أخي، حفظك الله. أحبهم الله الذي أحببتني فيه. الله سبحانه و تعالی که به خاطرش مرا این برادران موحدین دوست داشتند، الله اینها را دوست دارد. الله حفظشان بکند. و این محبتی که ما بین همدیگر داریم به خاطر لا اله الا الله، الله سبحانه و تعالی سبب نجات ما در آخرت قرار بدهد. ای الله، برادران من را، برادران موحد را الله حفظشان. الله از زیر دست این ظالمان خونخواران نجاتشان بده. این بیگناهان، این پاک دامنان، این صادقان را الله حفظشان بکن. هیچ گناهی نکرد، هیچ گناهی نکرد، به کسی ضرر نرسانید، یک سخنی حتی ناسزا نگفتند. صادقترین انسان ها، با آدابترین انسان ها هستند، اما به خاطر لا اله الا الله این خوبسا اذیت و آزارشان میده. الله سبحانه و تعالی دوستشان بدارد. من هم همه شما اهل توحید را و به خصوص برادران صادقین را که امروز به خاطر لا اله الا الله در رنج و اذیت و در آزار هستند، به خاطر الله همه شما را دوست دارد. و این دوست داشتن به خاطر الله هم دیگری را دوست داشتن بزرگ است که در روز قیامت سبب نجات موحدین میشه. و الله ندا میکنه در روز قیامت و میگه این المتحابین بجلالی، کجا هستند کسانی که به خاطر جلال من هم دیگر را دوست داشت؟ در همون روز اینها نجات مییابند. الله سبحانه و تعالی همه این برادران بیگناه ما، این برادران مسلمان موحد ما را الله سبحانه و تعالی اولا در ایمان و توحید ثابت قدم نگه دارد و ثانیا زودتر از دست این ظالمان خلاص شدن را نصیب بکند. اینها چه عیب دارند؟ هیچ عیبی ندارند بجز این که در نزد کفار و مشرکین یکتا پرستی خود اعلان کردند، بجز این که درس های تفسیر قرآن گوش کردند، درس های تفسیر حدیث، درس های اعتقاد یکتا پرستی گوش کردند. مگر یکتا پرست شدن، مگر کلام الله ربشان فهمیدن و آموختن، مگر اطاعت کردن الله و رسول این جنایت است که کشته شود و محکم کرده شود؟ البته که این زمین الله است، باید این کلام الله آموخته شود، سنت رسول الله آموخته و عمل کرده شود و یکتا پرستی انجام داده شود. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
من انسانها و جنها را نآفریدم مگرم به خاطر یکتاپرستی. این بندگان و این جوانهای بیچاره یکتاپرستی را آموختند و فقط یکتاپرستی کردند. اما این لشکران شیطان، این دشمنان دین، این دشمنان الله و رسول و مسلمین، این دشمنان قرآن و سنت به اینها عیبهای دروغین را نسبت داده برده 10 سال و 15 سال و 20 سال یک جوان نازنین بیگناه پاک را محکم میکند. این جنگ شیطان به دین است، این جنگ شاگردان شیطان به قرآن و سنت است، این جنگ دجال ها به دین است. این خبثای ظالمین، این دیکتاتورها دارند انا همچنین به مسلمین می جنگند. اما چهلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آل یاسر می گفتند که فاصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الحوض. ای اهل خانواده یاسر صبر کنید، موعد شما دیدار بینی من شما این در نزد حوض کوثر است. امروز ما میگوییم ای غربا، ای موحدین که به خاطر دین خود، به خاطر توحید، به خاطر یکتاپرستی چگونه که در سیره انبیاء و المرسلین میخواندید، چگونه که در سیره صحابگان میخواندید که به خاطر دین آنها را اذیت میدادند، شما شاید باور نمیکردید امروز به سر شما آمد، امروز به سر خود شما آمد که به خاطر فقط لا اله الا الله شما را اذیت و آزار و رنج میدهند. صابر باشید، صابر باشید، صبر بکنید به دینتان، به توحید، به یکتاپرستی صادق باشید، ثابت باشید. دانید که موعد شما، جایگاه شما جنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند جاء الاسلام غریبا و سیعود غریبا و طوبى للغرباء. اسلام به غریبی آمد و زود است که باز غریب می شود. و غریبان کیا هستند ای رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند غریبان همون کسانی که ما انا علیه و اصحابی، غریبان همون کسانی هستند که مثل من و صحابگان من باشند، مثل من اعتقاد دارند، مثل من یکتاپرستند، انا منها غربااند. پس ای برادری غریبم، ای خواهری غریبم، صبر کن در این راه، صبر کن در این توحید، ثابت قدم باش، ان شاء الله سبحانه و تعالی نجات میابی. عاقبت برای متقیان است، عاقبت برای موحدین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یاتی زمان علی امتی القابض علی دینه کالقابض علی جمره. روز می آید به امت من که کسی که به دینش چنگ میزند، کسی که به توحیدش چنگ میزند، کسی که دیندار است، کسی که به خاطر یکتاپرستی زندگی میکند، یکتاپرست است، به مانند شخصی است که در دستش آتش لخشه را، لخشه انگیشت را به دستش گرفته است. این سخن پیامبر کنایه هست که یا بگویم یک ضرب المثل است یا مثال است که تو فهمی، یک مثال است که تو فهمی که دینداری کردن در آخر الزمان قدر و قیمتش بالا هست، درجهش عظیم است و در نزد الله به نهایت قدر و قیمت دارد و بزرگ است این دینداری. زیرا که دینداری در آخر الزمان به مانند دینداری اول الزمان است. اول الزمان این دین بگویم اگر زمان رسول الله چگونه مشکل و مشقت و چگونه غربت و سختی بود، آخر این هم انا همچنین غربت و مشقت و سختی است. چگونه که پیامبر گفتند امتی کالغیث لا یلهم خیر او آخر. امت من به مانند باران است، نمیدانی که اولش بهتر است یا آخرش بهتر است. برای همین است که رسول الله به شما ای موحدین آخر الزمان سلام گفت. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و دوست داشتم که گفتند برادرانم را ببینم. بله دوست داشتم که لودیت ان ارى اخوانی، من دوست دارم که گفتند برادران خودم را ببینم.
در حالتی که در گرد و اطراف رسول الله صحابگان نشستند، صحابگان در حیرت افتادند، زیرا که صحابگان برادران رسول الله هستند، در گرد و اطراف رسول الله هستند، ولی رسول الله باشند میگویند که من دوست دارم که برادرانم را ببینم. صحابگان از تعجب گفتند که اولسنا اخوانک، یا رسول الله آیا ما برادران تو نیستیم؟ رسول الله گفتند بل انتم اصحابی، بلکه شما صحابگان من هستید. فان اخوانی لم یأتوا بعد، برادران من تا به حال نآمده اند، برادران من در آخر الزمان می آیند که اگرچه دین داشتن سخت است، یکتا پرست بودن و موحد بودن سخت است، بمانند لخشه آتش را به دست گرفتن و سوختن است. هر روز می سوزی به خاطر لا اله الا الله، خیش و اقربا پدر و مادرت را ترک میکنی، به خاطر لا اله الا الله زمین و خانه و منطقت را ترک میکنی، هجرت میکنی، به خاطر الله از دنیای دست میکشی، به خاطر لا اله الا الله به حبس خانه ها 10 سال و 20 سال حبس میشوی، به خاطر لا اله الا الله کشته میشوی، اذیت و آزار داده میشوی، دست و پات میشکنند، به خاطر لا اله الا الله به سرت هزار و تهمت می آید. اما اگر ثابت بیستی، اگر بسوزی هم ثابت بیستی، بسوزی هم در لا اله الا الله صادق بیستی، تو برادری رسول الله هستی که رسول الله دوست داشت که تو را ببیند. تو همون شخص است که رسول الله آرزو میکرد که تو را ببیند. ای الله ما را از جمله موحدین صادقین قرار بده. ای الله ما را از چنگ زنندگان به لا اله الا الله و زندگی کنندگان با لا اله الا الله و میرندگان به لا اله الا الله قرار بده. ای رسول الله، صحابگان گفتند ای رسول الله اونها کیها هستند؟ این کسانی که در آخر الزمان میان اینها کیها هستند؟ برادران من، اینها کسانی هستند که مثل من و صحابگان من باشند. یعنی از کجا امروز میفهمید که کیها به مانند رسول الله و برادران رسول الله هستند؟ انا همینجا که وقتی که پرسیدند که ای رسول الله آنها کی هستند، پیامبر گفتند به مانند من و اصحاب من باش. امروز کی است به مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش؟ این غربتی که در اهل مکه بود، در عهد مکه بود، امروز در کی است این غربت؟ این اعتقاد در کی است؟ در انمین اهل سنت و الجماعت، در اهل توحید است. پس ای برادران عزیزم صادق باشید، صابر باشید، ثابت باشید، از فتنه ها، از سخن های بیهوده دور باشید، بزدل نباشید، ترسو نباشید، شجاع و مرد و موحد باشید، اما بی عقل و بی حکمت و ناسنجیدکار و ضرر آورنده به خود و به مسلمان ها نباشید. احتیاطکار و زیرک باشید. برای همین در حق همه برادران موحدمون که امروز به خاطر توحید رنج و اذیت ها میکشند و اذیت و آزار میکشند، از علمای ربانی شروع کرده دیگر همه طالب علمان و همه موحدین را در حقشان دعا بکنید که الله حفظشان بکنه. بارک الله فیک. الله نجاتشان بدهد. الله از زیر ظلم ظالمان و طاغوتان و کافران زودتر نجات یافتن را و علم مختن و عمل کردن را، نصرت دادن شریعت را، نصرت دادن دین را برایشان نصیب بکند. پیش این دین را آتاتورک گرفته نتوانست. پیش این دین را، پیش این منهج را، پیش این توحید را این بلشویک ها آمده با کلک کردن هزارها علما از اجداد من و شما را کشتن و نابود کردن این دین تغییر داده نتوانست. هرگز هیچ کسی نمیتواند. اگرچه ما را نابود کند بعد از ما هزارها میبراید، این دین
هرگز خاموش نمی شود. این منهج هرگز خاموش نمی شود. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. اینا میخوان که به دهان بویناکشان به حرکت های ناچیز و مکارانه عاجزیشان پیش راه دین توحید را بگیرند. اما الله سبحانه و تعالی دینش کامل میکند، اگرچه مشرکین و کافرین نمیخواهند. دین پره است و دین آشکار و واضح می شود. دین کامل بود، کامل هست و باز آشکار و واضح در روی دنیا منتشر می شود. هیچ کس پیش راه این دین را گرفته نمی تواند. کسانی هستند که نصرت دادند و غلبه کردند و نجات یافتند و رفتند. کسانی هستند که دشمنی کردند و خوار و ذلیل شدند و حرام مردند و رفتند. انا میقدر چی برای من ثابت باشید، صادق باشید. ای غربا، ای غربا، خوشا بر شما، خوشا به حال شما، سربلندان و عزتمندان و مردها در این دنیا و سربلندان و عزتمندان در روز آخرت. خوشا بر شما اولیاء الله، دوستان الله. ای بارک الله فیکم. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که گفتند ان اشد البلاء للانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت‌ترین بلا و مصیبت برای انبیا و مرسلین است و سپس هر کسی که مانند شود، نزدیک شود به انبیا و رسول، چقدر به انبیا و رسول مانند شوی همون قدر بلا و مصیبت به سرت سخت میشه. اما این راه بزرگ را، این منهج را جاهلانه پیش بردن ناممکن است. در این منهج جاهلانه ایستادن، ثابت قدم جاهلانه ایستادن ناممکن است. به علم در این منهج ثابت میستی. پس علم بیاموز، پس علم بیاموز، منهج را بیاموز. پس به برادران و خواهرانی که در سرمه‌های این ظالمان تاجیکستان هستند، هر کسی از شما برادران و خواهران به زیارت می روید، از ما به این خواهر و برادران سلام رسانید و به اونها بگویید که ما در حق اونها شب و روز در دعا هستیم. هزارها نفر در حق اونها در دعا هستند. روح افتاده نباشند، ثابت باشند. به خاطر دین الله انبیا و المرسلین حبس شدند، به خاطر حق علمای ربانی حبس شدند. شما هم از جمله همونها هستید. فقط ناامید نباشید، فقط ترسو نباشید، فقط عجله کننده نباشید، فقط هر کاری را نکنید. همیشه شما هم در دعا باشید. برادران عزیز، در حق ما طالب العلم هم در دعا باشید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.